سلام، ادریس عبداللهی هستم از طرف تیم الکترونو. امروز در خدمتتون هستیم با آشنایی با کنترل فاز. کنترل فاز چیه و لزوم استفاده از اون در تابلو برق استفاده ما چیه؟ کنترل فاز یک قطعه الکترونیکیه که فاز ورودی رو چک میکنه و در صورت سه عامل برق فرمان مصرف کننده رو قطع میکنه. یک، در صورت نبودن ورودی سه فاز، یعنی آر و اس و تی نباشن، حالت دو فاز وجود داشته باشه. دو، در صورتی که یکی از فازها جابجا باشه، یعنی زاویه بین فازها 120 درجه کمتر باشه، یا اینکه مثلا معکوس باشه، جایی مثلا آر و اس یا مثلا اس و تی جابجا باشه. سه، سطح ولتاژ هر کدوم از اینها از میزان مجاز کمتر یا بیشتر باشه. اگر دنبال آموزش‌های بیشتری در حوزه برق و تأسیسات هستید، میتونید یک سری به سایت و کانال یوتیوب ما بزنید.